در ناحیه وسه با دستگیری حکومت مملکت در اساس پیشنهاد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه در دهات به نام میرزاعلی وایسف در دهه خوجغلتون بین دهه در موضع کشاد و برهوا با طبیعت زیبا کارهای ساختمانی بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 آغاز گردید. طبق نقشه معماری بینای نوی تعلیمی دوشانه بوده از 8 سیمخانه عبارت می باشد. دارای 192 جای نشست، 2 اتاق کاری، سیمخانه کامپیوتری و تحلیلگاه می باشد. بعد انجام کارهای ساختمانی در این بنا در 2 بس 384 نفر خوانندگان در شرایط خوب و تحصیل فرا گرفته می شوند. دهه خوجغلتون به چنین مکتب زمانوی احتیاج داشت. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 300 نفر خوانندگان در 2 بس تحصیل دارند. بنابر سبب سال تا سال افزودن شماره خوانندگان مشکلات‌های جای نشست پیش می آمد. بینای پیشین مؤسسه سال 1960 ساخته شده است، کهنه و فرسوده می باشد. کارهای ساختمانی بینای تعلیمی از جانب جمعیت مسئولیتش محدود سونیک راه اندازی کرده شده است. مسئله ساختمانی سری وقت دسترس می گردد. این امکان فراهم آورده است که کارهای ساختمانی با صورت و با صفت بلند طبق نقشه پیش بینی گردیده حتی پیش از مهلت سری وقت اجرا گردند. با همین ترتیب سمت فعالیت کاری بر راه مانده شده. بعد انجام کارهای ساختمانی تکورسی بنا نیمه دوم ماه ینور ساختمانچان و کارهای ساختمانی آشانه یکم بنا آغاز کردند. انشاءات نوی ساختمانی در دهات و جایهای نوی کاری مساعدت کرد. 30 نفر ساکنان محلی در این انشاءات با کار و معاش خوب تامین گردیدند. پیشتر هم خوجگی دهخانی فرمری مقصد کار میکردیم. از روزی که همین بینو سر شد دعوت کرده شدیم در همینجا استای کلاچی کار کرده. همینجا شرایطمون مهیا مقصد جای خوب هست یا قلب قشلاق است کار کرده همینجا زندگی رو پیش میبریم. در دهه خوجغلتون مکتب نو در مساحت 2.5 گکتار بنیاد میگردد. طبق لایحه بعد استفاده این بنا کارهای ساختمانی اینجا قطع نگشته ادامه مییابد. طبق نقشه در شفت این بنا باز یک بنای تعلیمی دیگر عبارت از 3 آشانه و ساختمان تالار کلان ورزشی در نظر است. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.